که باشی خانه علی راننده بخواد نسوری پسرش بیا های نشنیدم نگوید قیمت و شما در اینجا چایکی بجوشاند یه ها یه زود باشه ده حاضر میرم حاضر برای رفته ایستادم آدم گوشش وزنین باشدم دشوار بود السلام علیکم و علیکم السلام معلم جون و علیکم السلام علیکم قیمت و علیکم السلام نه خوش از خاطر جبرایت میره البته میره Dadam hadi kardan. Ha? خیز دست روی ادراشوی به توی میرویم خونه علی چی ببرید؟ یک لباسواری خوب گرفتم به زن علی خوش می آید قیمت آنها به توی پسری ما هدیه قیمت آورده بودن از پام تا شام کار میکنم همه برای روزگار اما این سرزده تیار که ما رو سرلوچ پایلوچ به عالم سر دیهد تمام من گفتم آمین کنیم جان خدا عمرش دراز کنه الله اکبر
تو پسری یگانه منی ارمان جان. من میخوام در بزم خدنه صورت تمامی همدیاران خرسندی کنم. برای این من همه کار رو میکنم. باور کن پسرم، توی تو بی‌نظیر میگذرد. بچه خودت رو احتیاط کن. باز در عمر نفتی؟ وای این طرف گذر. او ارمان پسری مردان. پسر مردان؟ مردان برنگشته است. از کجا؟ میگویند که او کیها در آنجا زن گرفته است. روزی بیچاره در اینجا سرسان یک پسر ختنه کرده نمیتواند. او مردانی بی‌برار در آنجا زن نگیرد نمیمرد. برازیه اقلا یک پولی پوچک هم نمیفرسته. پسرش کلان شده نابریده میگرده. دیه را حرام کرد. قریب 10 ساله شده است. وای مامورا وای خدایا بچه چی کن وای خدا ارمان یا خدا وای دادم مردم چیگا؟ سری مردان را برد. کی را؟ ارمان مرد. از بالای پول خودش را پرتاب. ارمان زودتر ماشین رو گردان کن. روزی دخترکم آرام شد. با تو چی شد؟ شین انا اینجا شین خودت را با دست روزی نمیشود از حد کم بگذار افزاید. گوش کنید با فکر کم ترکک همراه کنیم ضرر نمیبینیم. نفسم چی داده؟ نفروشیم. راسیه رفتن نمیشود پسرم. راسیه نروه؟ نرفتن نمیشود پسرم. نرفتن نمیشود. مردم خون دستت ده زیاد برکه اوما نمیشود دلال نمیشود. روید برکه دست درسته از همین مالتان برکه یابم. برکه یابید. شیدی کن مرا شیدی کن منم
در توی خیانت تو بینم من مرحمت سلامت باشه که جان بردی خوب کردی بودی بنده تو بدیم مردم خور غصه نخور پلی ناز گرفتی از حد کم و راکیرای روسیه نمیرسن نمیرسد؟ دادا جان شما کی رفته با زمینی بابایی کی نگاه میکنه تو هستی کو پسرم امیدم بر توست اما ای تلاشم بهر خوشبختی تو است پسرم من و تو از یک پیوندیم باید به یکدیگر باور کنیم جای تنهاییت رو یافتی رفتیم نه من نمیروم چی شد؟ چی کار کنی؟ ارمان لعنتی ارمان این مردک رو غیرون خدا رو شد اما وقت این کودک همیشه شادی دیگران رو دیده نمیتون هناشو هر بلایی که بود گذاشتت بود همه رو بید نروم ای مردم مهمونا همه به مرکه التماس خواهش اوچه جان دادام کی بار میگردند او برمیگردد البته برمیگردد همه اش خوب می شود تو خواب کن بچه خوابی خوش خوب خوش В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. ارمان وقتی که مشکلی به سرت می آید کوشش نکن که تو از آن گریزی این را در خاطر بگیر هر چقدر که تیزدم نباشی تو از مشکلی گریخته نمیتوانی تو مردی مشکلی را در رو بر رویت پیش بازگیر بر تنه مردم اهمیت نده نه من نمیتوانم برای چی نمیتوانی؟ من دستم حلال نه ها بچم اینجا است
من دیگر با اون مکتب نمیروم. اونها همه به من میخندند. بگذار خندن. سگکاس میزند و کاروان میگذرد. من به شما دادم یاری میدیم تا پول به دست آورین. ما و تو چی مصلحت کرده بودیم؟ به گپ و آوازه های مردم اهمیت نداده باید خوب خوانیم. اوچه جان، حالا برای ما مهمتر آن است که مردم حرامم نخواند. از دست من چیزی بگیره. بچه جان، تو کمتر از دیگران نیستی. شما این را با آنها گویید. در این دهه من بدتر از مخوام. نمیروم با مکتب. ارمان، بارتان برامه؟ چند سوم با میبری؟ 1 سوم. اگیر مایلاش ای میدادی میگرفتن ای مایلاش چیکار کردی؟ الو من حاضر میآیم. ای کودک یک کار نتونی نکن آخی. میبخشید. خیز من خودم میگیرم. خیز یک کار کن که یک از داند بیند. محگیر نمیتونی. نمیتونم گوی. مرد باش. احمد بچه ها خرا عذاب نتیتون را به خونه بیرو میکوبم. را به خونه بیرو میکوبند. بیرو. السلام علیکم. کجا میگردی؟ لعنتی. رفت. همه کی دوا این خری شما؟ این من حرام مرد بیهوده ایم و خوشا که زیاد صرف کردم. نمیدونم کجا گم کنمش. این حیوان به شما لازم نیست مگر؟ این گرگین با کی در کار؟ با چیزی کار نمیآید. شاید آن را تبابت کرده شود. ارمان جان، من سالهای سال با حیوان ها کار دارم. همه رنگش را دیدم. اما با این خر کسی یاری کردن نتوند. همیشه تا مردنش لنگیده میگرده. اگر خواهی بگیرش.
راست؟ شما آن را با من میدهید؟ از راستی؟ بگیرش من دیر کردم. خیر ارمان جان خیر بگیرش. این رو میفهمم. من به او گفتم تاثیر نکرد. آخر با او فهمونه و باید در صنف 3 خونه اما در صنف 1 میخونه. شما راست میگویید معلم. درست ولی به درس نرفتین و میدونید این جنایت هست در نزد قانون. اگر شما جوابگر میشید. شما در اینجا چه کار میکنید؟ اینجا مکتب نیست. من برای تو اومدم ارمان. ارمان پسرم جان و جگرم. معلم راست میگوید. ارمان مکتب رو خوند. نمیروم گفتم نمیروم. ارمان استا چرا خری کس را به خانه آوردی؟ تو چرا خری کس را به خانه آوردی گفتم؟ اما که دلال دادن. دلال؟ همان زخنه حرام؟ آخر و با چیز دارش هم چیزی رو رایگان نمیدهد. خودی سحر این خری لنگت را دفع میکنی؟ نه و مناسبه. یک جای از بازار پول در میاره. سرم التماس یک بار گوش کن. آخر تو حالا کودکی بسیار چیزها رو نمیفهمی. این دلال کور به سرمان چارمغز میشکند. تو میدونی او کیست؟ دلال بازار رو با آدمانش خریده میگیرد. یک بار دستت را دهی دیگر سر نمیدهد. این خری من تبابتش میکنم. سلام عليكم اوستا. و علیکم السلام. یا بچه خوش خدمت. یاریش مادر کو. کی یاری بچه؟ ای نه بچه به این خرد حضرت داوود هم مدد کرده نمیتواند. نخود و من گفتم که پروفسور و این کار شما همه که اوستا. سلامت حاج بابا. بچه های تیار. سلامت باشید. نخود چاره ای نداشته باشه. بچه این خرد آدم نمی شود. آدم نمی شود؟ نه بچه این فلک است. باور کن بچه از کجای گرفته باشی ببر. وقت خودت رو وقت مرا ضایع مکن. رفتن. ارمان نیست؟ استا ارمان تو چی کار میکنی؟ نه بچه من به تو میگویم تو چی کار میکنی؟ گفتم برتش خرش از سرش ماند. اشیر شابان گفت که پای سالم را قد گردانده به کتف خر باند و
پای میبرو سرده خرج توازه راه رفته میشه. تو هم دیوانه یو همان شور چوپان هم این طرف برو نمیشه. میشه چوپان گفت. بندت رو گیر پایش رو بند من می بردارم بچم تو پایش رو بند. خوب 1 2 3 آجی جون کم داری دیگر بردارید بردارید انا بردارید انا بردارید. آهنگر نتونیستو منو تو میتونیم. اما که اشون گفتن که میشه خرد ناخونه چوبان ها میدونن در دو دوای ایوان ها رو. دانتگاهی رفته بیایید و ساز کند. نمیتوند اون جاگهی. شما آسوده باشید زیخ نشوید و چه میشوا. بزرگ نمورکی بهار میرسه. ها یک عمر نه میزنید. نه نزدم بچم. آخر تو کده این خر کجای من کده اینه بینید. بردار. ارمان دیدی چی شد؟ نامم گم. گفتم که نمیشود. حس میشد اما که اشون گفتن که نمیشود گفتم خوب بچه میشد استاد که اشون گفتن که میشد. آخرین بار راو بندت رو گیر. بردار بچم. کنی کش خیس رگار حاجی جان رگار روی تاقای دلال کجا میروی؟ سنبوسی خوردی؟ روی تاقای دلال که دلال پولیس هم بسرم
گیر بچن. رحمت. چه معجزه است که میبینم. سلام عمک دلال. سلام. بینید من خیلی خود را سیاه کردم. دیدم. معلوم میشود که حالا هم خریمان کارایی است. آره اینا کارم سبکتر خواهد شد. همطور. خیلی خوب. الحال کار بکن. پیدا بیار. پول بیار. بعد میبینیم. باشد سلام گو. السلام علیکم جان. و علیکم السلام. ما آمدیم. السلام علیکم همسایه جان. و علیکم السلام. چی حال داری؟ خوبم ممنون. از راهگردی زیاد خیلی خسته شدم. کنی یک بیا 6 تا آمین کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. خیرت قدم دفع کل بلاها. قدم رسید بلا نرسد. همین خانه توی خانه و مراد خانه گردد. آمین. الله اکبر. خیر دیگر سلامتی ها نه. نه تشکر. میبینم پسرت پیداگر شده است. ها ارمان جان از کار نمیترسه. به پیر نرو در امانی. این با تو فیلی من. تشکر به شما عمک دلال. میبخشید من همین خلطه ها را جمع کنم. بمالو. فقط امک نگو. من حالا جوان. ارمان جان بچه ها که خوب. نه اون خیلی که پدرش در روسیه غیب زد. خرکی من چی کرد؟ ها مثل که شما آن را بخشیدید. این همه از تو وابسته. از من؟ با من چی دخل داره؟ چیکار کرده فهمونم؟ خر هم پول بخصوص خریمان قیمت داره. من حساب کردم که ارمان جان هر روز با این خر قریب 20 سومانی کار میکند. این درآمدی نقص. گفتم که تشکر به شما عمک دلال. همک نگو. خودت نقص میدونی که در چنین مورد تشکر کم است. نفهمیدم.
خاطر رو بنادانی نزن. تو جوان زنی زیبایی. دیر باش شاید نیست. شاید به تو نوازشی مردانه نرسد. چیکار کرده شده؟ تو چه ها میگویی خدا بخبر؟ گم شو که پای خدمت رو میربم. احترامت رو نگه دار. گم شو پلید. گپت رو دانسته گپ زن. اگر من گم شوم خرم هم گم میشود. سرت مانه خرد رو گیر و گم شو. خر نجاست. گم شوم از گرسنگی میمونی. ایستا من گم شوم. همه که داروش باش کار نکنه. خرم رو میبرم. این که خیلی باید. من آن رسیت کرده. ساته رو از مادرت پرس بجای خدمت تهمت. چی شده چه؟ ما گم شود. سرت نگه. گفتم که با این بشرم نداشته باش. پسترا پسترا لعنتی پسترا. این که خیلی باید. این برم اینا. همه که داروش باید. سرت نگویم. سرت نگویم. یک آدم تویو یک آدم دیگر این خر. یکی دیگر تو. تو کماشا بی. طرف گذرارم. تو کماشا بی. سرت نگویم. پسترا. سرت نگویم. تو کماشا سرطان مولده. گم شو. پلید. یه سرطان نورما باشن. سرطان نتوی باشن. خیز این طرف گذر. گفتم که با این بیشرم رابطه نداشته باش. دیدی؟ بی ناموس. با کجا؟ ارما میشود؟ میشود. برکه یولا. برکه یولا. گیر بیلسویدم. رحمت. خای سلامت باش. نگاه چی از پیت سگ دارم. اگر من نبودم در عمر به این خانه نشسته بودی. تو گدا چی گفته ایستاده ای؟ گدا خود ددر به من بخشیده بود. دروغ به تو چیزی رو نبخشیده بود. این تویی که دروغ میگویی مثل ددر هستی. دروغ گویی. چی گفتی؟ بین نت زده میشکنم. تو بیزن گمان داری از تو میترسم. من این خراسیت کردم. تو باشیش سوالات میکنی. حالا که رشد نمیتوانی. از تو بهتر میشینم. تو حتی سواری نداری. فهمیدی؟ راه اینجا. تو چیکار کردی سودی؟ همراه نشو نسیم. تو در عمر به این راه برسانده نمیتوانی. چی گفتی؟ اون چی شنیدی؟ بیا گراو. بیا. خواه نخواه من با ولسپیدم از خودت که تو پیش میگذارم. با ولی که گراو میبنده. خوش تو چی گراو میگذاری؟ بگذارم این خر باشه. خواهی نخواهی از پس تنها دومش رو میبینی. قول میدی؟ مثل ددر پشیمان نمیشوی؟ قول میدیم پیش همین شاهدان. این خری من خوجاییم. گراو میبندیم؟ گراو میبندیم. نسیم بر. بعد پشیمان نمیشوی؟
پشایمان نمیشوم. گرفت. تا پیله تا bayraklı sefer meremedu meaye fahmo tayori tayoram tayori tayoram آمادگی 1 2 3 رفته کنیوک اینجا بیا لعنتی نوبریت چیکار کردی؟ اینجا بیا برای چی؟ تو را از خط ندادی ها؟ خدا جاودیر من هیچ کار نکردم همه کی دادو خدا از گرابه سخارا میدیم گو تو جلوندی بیزاد چی قدر بخری من جست بدی ها؟ ای مردم بینید این نوبریت چیکارها میکنن خیلی من او را آرام نمیگذارم پدرش آنها رو پرتافتک بویختر رفت اینها چشم به دستی کس دارن لعنتی نگاه اینجا نگریختن بارم نبردافتن هم تو پسو کجاست؟ انقدر من پول نمیارم پول؟ تویت هیچ گاه بر تو نمیگردن فهمیدی؟ لعنتی بشرف تو چه کار کرده ایستادی؟ خرده بذاری من بردار ناخلفت را دستی حرامش با کسی نرسن های باستی آروم شم بین این کسافتت چیکار کرد بین چیکار کرد؟ خریما را صاحبی کردنی شده او را از خط تله داد نی تیلا ندادم دروغ من تل ندادم ججو تله داد؟ تله ندادم بود اتحاد از رفوش نبریدم آروم شوید لازم نیست من اکنون فهمیدم که برای چی پدرش شما را پرتافته رفتن تو به ایمان باشه ایمان چیکار داری؟ آروم شوید رفشن طرف روز که او شما را فراموش کردن اونقدر تو من پول در میارم خاک در میارن و دخترها نگاه میکردگی شده اما دستت حلال نکرده؟ همین گپا لازم نیست هیچگاه تویت برگزار نمیشد تو همین که حرمون میبری پسری من 1000 بار است و حلالتر و پاکتر فهمیدی؟ من همچون مومن و مسلمان خدا را شکر توی پسرم را با تمامی قایده‌اش گذرانیدم لیکن بگذار پسری تو همین که حرمون رو بریده کردن توی بر با شد خستی که خوابت با کلام سلام برابر نشه رفت خونه درو نه پسر زمزون توی خواهد شد آرمان چی؟ اگر شود همون خرزونی تو و من از بحری دلالیم برآمده به بازار نمیبرایم لیکن اگر توی نشود تو همراهی مادرت عمرباد از این دیه برآمده دست نشوی من راضی آرمان شام خورد که به خالدتا میشتی آرمان
تو اول قسم بخور ترمیزک. قسم به نام خدا اگر تو مایشت غذا خندسورم را برپا نکنم عمری باد از زمان داره میروم و هیچگاه برده میگردم. قسمت را فراموش نکن. را با بچه برابر نشو. روزیا بیزر ام قسم خورم. راو خانواده را بتاب. مایلش من قسم میخورم. مایلش من قسم میخورم که تو رمضان ترمیزک اگر توی شوی خرم میدیم و از کسب دلالی هم میگذرم. رو گم شو با کدک برابر نشو. گم شو. من گم میشوم لیکن شما روزهای نزدیک عموما از این ده گم میشوه. ببینه همه به خانهش خفه نشوید آچه جان. چخیل خفه نشوم بچم. تو چی کار کردی؟ اکنون از این وضع ما چخیل میبرایی؟ دادم البته می آیند. با من وعده دادند. من با اون کس باور میکنم. تو حالا کودک چقدر کودکان مثل تو چشم براهند که پدرانشان برگرد. میگویند که او در آنجا خانه آباد کرده است. باور نکنید و چه؟ داده ما این خیل آدم نه. اون کس بر میگردم. به نظر من او که ها ما را فراموش کرده است. خواب کن. نه این خیل نه. من اون کس را پیدا میکنم. تو او را چگونه پیدا میکنی؟ البته پیدا میکنم. از چشم آب آوردن لازم. تا آب نبیاریم درخت شناندن معنا ندارد. برای چی؟ برای آن که موجودیت آنها از زمین و از آب وابسته است. پس حیات آنها از مهنت خودمان وابسته است. بله، از مهنت خودمان وابسته است. آفرین پسرم، آفرین. هوپا هوپا داده من شما را پیدا خواهم کرد. البته پیدا خواهم کرد.
عجبه اوکلوه مرحبا سلام و کجا؟ من از پدرم. پدرت در کجاست؟ در روسیه. در روسیه؟ تو با همین ویلیکت تا روسیه رفتنی؟ ها این بسیار ضرور. خواهش میکنم راه بچه با کجا ایست؟ ما باید به نزد دادم با کجا ایستا میگم؟ التماس ما باید به نزد دادم راه ده. برگرد اگر زمین میسپرم. دادم را یابا. رفیق کپتان انا غیر قانونی سرحد را عبور کردنی. اساس ضرور خواهش میکنم راه ده. ما باید به نزد دادم را. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم راه ده. راه ده. بچه آرام شو. ایسته بچه. التماس امک جو. یه بچه. فهمیدم و کریستو. روش کنه بچه. خواهش میکنم راه ده. راه ده. ارمان تو در اینجا چیکار میکنی؟ شما او رو میشناسید؟ این بچه همسایه من؟ چی گفت ارمان؟ امک علی با همین واشنگتن بررسی رفته این نیسته؟ نمیدونم چی بود؟ اگر میرفته همراه تو میرفتم. مهدار سیاحتچی در کجا بود البته پیدایشون کجا بودی جان بیبی؟ من بارها گفتم که ختنسوری ارمان را خودمان گذرانیم. چی دارد؟ یک چند موسفید را جیغ میزنیم، آش میکنیم. آنقدر پول زیاد هم در کار نیست. نخود از عهده همین کار نبراییم. اکا آرزوی مردم که ختنسوری پسرش را سزاوار گذراند. او خواهش کرده بود که نگرانش باشیم. چه خیر به اجازت پدر. این خیل باشد. او کجا گم شد؟ پسرش قریب مرد شده است. مردم عیب میکنند. ختنه را سزاوار گذرانیم. سزاوارش باز چه خیل؟ تقا اینجا گپ سر خرچی زیان نیست. گپ سری چی؟ سری چی؟ ارمان به کپ کلان سالان همراه نشه. توی با دبدبه میخواهی؟ ای روید شما نمیفهمید. چی؟ رحمتو بس. تو گیر دخترم گیر. گیر. راه کی رو میابیم؟ و نزی همسرت را.
اکایتان خواهش کردم که شما را پیشواز گیرم. تشکر. سراغ را میدانید؟ منه. نگاه کنید بچه ها ما بریده اومد اینجا چیکار میکنه؟ این را دیده داد نیست فهمیدی؟ حالا تو باز برای ما آب رو حرام میکنی؟ بچه ها بود نبود باز کردن نتواند بهتر از بلنده خواهم زد فهمیدی؟ چی گفتی؟ هرچی شنیدی رفی بقه ای یک دغمستی بیرزی در اصل یک ترسانچه ترسانچه خودش مالقه ترسو چی گفت؟ من ترسو نیستم شنیده؟ به ذات حرام توی بچه رو پیر مونه تو ترسانچه کی؟ نو بریده گم شو از اینجا گم شو تو اینجا باز نمیکنی گپ داری چه نگاه میکنی گرچنین شجاعید بیایید بینید که این پول کهنه را عبور کرده میتواند رفتیم زشته نمیتوانید ترسیده هیچ کس نترسیده نوربه رفته ذهن مانه ترسو آیسته ارمان لازم نیست ارمان لازم نیست شد ارمان بس ترکم میافتی خوش کی ترسو بوده من نمیروم میرویم با مو میخواندن روش همراه میرویم رفته بچه‌ها احتیاط باشید نروید بچه‌ها میافتید رؤوف محکم دار شد بس است برگردید تخته‌های این جانی پیچیدگی وزنش ما را برداشت نمیتواند باور کردم برگردید بچه‌ها احتیاط شوید
Aride. O işte. Şaku. Peş kuza. Rohkar, ne tasra o? Bio. خانه 26 همینجا. Катя, где ты? Катя, где ты? Катя, иди сюда, моя хорошая, где ты? О, иди сюда. روزیا؟ تو اینجا چی خیلی پیدا شدی؟ Миша? В чем дело? Это кто? Миша? Это кто такая? Его жена. И что? Кто тебя в мой дом приглашал? Давай, вали отсюда! Вали, я сказала! تو لایق پسری من نیستی. روزیا ایستا، این کودک از آن من نیست. روزیا ایستا. میشه. روزیا.
به نام خدایی که سبز آفرید. آب را ریز. دیگران شناندند ما خوردیم. ما میشنانیم تا دیگران بخورند. خاک خودش نمیشه. خاک بیگانه زر. باغ را چی نام میگذاریم؟ باغ ارمان؟ باغ ناز. ارمان جان بیا بچه جان خوراک میخوریم. بیا من برایت اوگرا پختم. آه بیبی جان پای میبرم که دلو مجبور میشود که بنفسگی خرش را به صاحب اصلیش برگرداند. ها کای ها الا بی چشم این بی آداب را گرفتن لازم بود. بیچاره عدالت وقتش آمد نکرد. بچه هایش هم ناعهده برا. ناز دختر خوب اما پسر کلانیش ایست و بیستی پدر. نه بیبی جان هم بد نه اما حیات را نفهمیده است. تو فهمیدی؟ برای آنکه ددم مرا خوب تربیه کردم. تربیه به سن و سال وابسته نبوده است. پسر یکه و تنها تربیه کرده من جسمم به وای رسید و عقلا نه. همه مهنت هایم برباد رفت. اکنون قسمت من انتظاری. چرا انتظارت بیبی جان؟ نمیدونم پسرم. مرگ می فرزند می کدامش که بر وقت درآید. من چای مانده بودم. لیکن تو خان پسرم همه بدبختی ما از بیسوادی و نخواندن است. Я тебе что сказал? Время уже сколько, ты представляешь вообще? Ты почему подводишь каждый раз меня? Я тебе что сказал? Ты сейчас задруешь, где выходишь?
Вы что, в горах находитесь? بیبی جان بیبی جان اوچه؟ اوچه جان جانی اوچه آمده آمدم بچم دادم کجاست؟ یافته؟ یافته؟ دادا جان دادا دادا جان دادا دادا جان دادا دادا جان دادا دادا چرا گریه میکنید؟ دادم کجا؟ جان دادم اومدم خیر دخترم من میروم خودت رو احتیاط کن همش ناز میشه خودم رو یک توی کلام میکنم ارمان جان تو زیق نشو جونی بیبی ما رفتم ای خدایه تشکر بیبی جان تشویش داد این گرپایت رو بولو من و تو از یک پیوندیم باید به یکدیگر باور کنیم من به تو باور میکنم تو هم باید به من باور کنی تو چیکار میکنی بچه؟ تا معینم از آن روزهای به شمار ماندن ما باید خودمان توی برپا کنیم اون که ما را فرق معلوم که در زندگی ما شریک نیست
ما تیار نیستیم. باید نزد دلال رفت. این خیلی مگاید آچه. شما نباید پیشی چونین ناکس سرخم کنه. اما دادم شایمان خواهد شد که با ما چونین رفتار کرد. باید نزد آهنگر با. ارمان جان. Esto. Güey. Ah, listo. خودم کاری نمونده. تاکسی خیریت. رحمتك الله. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خیل بند خالی کو؟ زنک بند کرده گیر. چه خیل زن؟ دنیا با دست زنان. شما بابت خوب دوره. پول نمیدید. در همین یک قدم راه هم پول؟ آخر شما با همون رفت برکایاتون پول کلان میگیرید کو؟ جانی امکش من مشکل آدمان را آسان میکنم. آدمان نادان باشن چیکار کنم؟ الله اکبر نرخ مال خود رو نمیدونن. شما عجیب من نمیفهمم. نمیشود. کم کن. های کن. نمیشود. نمیشود. چقدر شیرین کام اماندم. اوه علی به پول میبرد ها. سختی ماشین هر روه چپ ماشینی چیه سختی ماشین. علی تاکسی ايستو يجب ايستو ارمان استو ارمان نبيا ارمان وسخي انا بدنا بريده استو تو پای طرف تیمو تیمو نیا
من نمیروم. یا هیچ کس نیست بستانکو؟ سبیل مونده چیکار باشد ها؟ مادر یه بورا کالو بچم کامزم آفرین یک جام همو هیزم و مایده شکم آفرین من چیکار نکنم ما ارمان جان من این چاینی که گیرو یخت چای دام کرده بیا اکا ها بیشن باش بچم آفرین علیکم السلام بیایید همسایه بیایید خسته نشده دخترها؟ این نیافه جان چی خسته میشوه؟ راضیه و بعد ارمان جان بچه تا گفت سبزی آش رو خریدن لازم چی 50 کیلو چشم بچه جان وزد کو آرام خب مایداد دوزیدن توی ویران شد شرمندگی مردم دوزیدن شرمندگی مردم خبر نو را شنیده؟ چی خبره؟ راضیه را غارت کردن پولهای بحری توی در آوردش را دزدیدن از کجا؟ آنها پولی چی دارن؟ بیش خیزی میکنن دروغ میگن یا طرفستا؟ پول داشتن خودم دیدم تو پلی چی این خیلی با من نگاه میکنی؟ راستی گبرا گوید شما انیق نمیدانید که پول ارمان کجا شد چی خیلی پول؟ دهانی حرامت را پشت با شوهری خودت تهمت کردنی این ساعتی کی؟ ساعتی من؟ این در خانه راضیه چیکار میکند؟ آخرین بار گویمت دهانی حرامت را پشت تا کی خامش کردم تو با شوهری خودت دست میبرداری ها؟ ایسو گذار؟ ایسو گذار؟ تو کسافت از کون رفتی ها؟ از کون رفتی؟ شکم از سر شد ایسو گذار؟ ایسو گذار؟ ایسو گذار بگویم تو شما چی میخواید؟ میخواید که من در عالم شرمنده شم؟
شما میخواهید که من در نزد مردم آرمان جان من خطا کردم عذر مرحمت خر از آن تو گویم. شما همینه میخواهید؟ شما همینه میخواهید؟ من از سحر تا شام کار میکنم تا شما گوشنه نمونه. شما نحتوتی ها در کوچه ها گدایی نکنه. من تمام ارتده و خیانت های شما را تحمل کردم. شما مرا چی تحریک خواستید پس زده. مرا و اولادم را ارمان نکرده. اگر پولی دوستی در رو پر نگردونه من با بچه هایم میروم. کجا میروی؟ تو با کیلوزی؟ مادر جانه که کلهی سر نزدم تخت زاری میکند که باز پس گیرمد. پول را بر میگردونید یا نه؟ شما با هیچ کجا نمیروید. خیزید بچه ها برو بخشتان را بردارین میروید. با کجا؟ ای سگان! شما با هیچ کجا نمیروید. نه هیچ نمیفهمم. کی میتواند پلامانو از خونه بگیره؟ بسیار غصه نخور بچم. فردا با تو باید گفتگو میکنن. یگو علاجش رو میابیم. معلم هم وعده کردم که کمک میکنن. نه چه؟ دیر شد دیر. هیچ کار کرده نمیتونه. فردا آخی آفیزان و چایخانه چی را باید داد. پولی نوش را هم. تایم اینقدر پول ندارم. این کار دلال حرام. خدا لعنتش کنه. من ایمان دارم که این کاری وای. ایستا خودی حاضر به نزدش میرم. نه آچه شما این کرده نمیتوانید. اون دزدیده باشد چی؟ اون باشد پس کی؟ تنها تو را دیدم نمیتواند. میروم و پولمون رو میروینم. نه آچه شما نمیروید. میروم پیش رو هم رو نگیر. نه آچه. السلام علیکم. السلام علیکم. باز اومدم. بیایید بیبی جان. این چی بیبی جان؟ این پولها برای چی؟ آرمان جان نبیره من هم هست. تشکر بیبی جان. تو جونی بیبی جونی بیبی. باری دیگر السلام علیکم. ما باز آمده. زیخ نشده تو؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام رسیم جان نازد. برمان جان سوقاتی ورده. بسیار ناز کرده. علی بیار باشیم. ناز کرده بیار رفتن. نه خاله جان لازم نیست. برای چی نمیگویی دخترم؟ نگرازیه. گیر این از نام زنهای دیه. گیر شر ندار. شر نکن. نمیدونم چی گویم. تشکر به شما. ماندانا باشید همسه ها. سلامت باشید سلامت باشید. السلام علیکم. السلام. عدالت؟ عدالت!
شما میدونستم شما میایید دادا جان. جان دادا. تاقی پدر فراموش نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا. کنی اکی محمد رجب یک دستی دعا کنید. اله آمین. به نام خداوند کریم پیری بدله شود، شخص بزرگ و توانا شود، به خلق وطنش خدمت کند. آمین. الله اکبر. آفرین. آفرین سچینل. آفرین. هیدا دستی سبوکی مبارک شد پسرم، مبارک شد. مردک شدی. بچم اکنون باغ بنیاد میکنید. السلام. من فراغ آورد. بچم اکنون با مکتب برو. را بچم ناز لغز کن. خوب شده. خیر. خیر بچه جون. خیر. سلام نوربه. سلام رو. سلام. رفته.